چهره‌هایی در یک آینه. خاطرات شاهدخت اشرف پهلوی. من این خاطرات را در تبعید می‌نویسم، در نیویورک، جایی که پس از انقلاب 1357 ایران عملاً در آن منزوی شدم. پنجره‌های اتاقم مشرف به ساختمان سازمان ملل متحد است. من 16 سال در آنجا کار کردم، به عنوان نماینده ایران، به عنوان عضو کمیسیون حقوق بشر و بعدها به عنوان رئیس این کمیسیون و 7 سال هم به عنوان سرپرست نمایندگان ایران. از این رو سازمان ملل را به عنوان خانه دوم خود به خوبی می شناسم و اوقات زیادی که در آنجا گذراندم را گرامی می دارم. برای من بسیار دشوار و نیز تلخ و ناگوار است که اکنون مجبورم از بیرون شاهد باشم کسانی که روی کاغذ در زمره دوستان من به شمار می آمدند اینک بر تشکیل کمیسیون سازمان ملل برای شنیدن غریو حمله ها علیه ایران عصر پهلوی مهر تایید می نهند. من بایستی تا حالا در برابر چنین حملاتی که در این سال پرحادثه و بسیار متغیر بسیار زیاد هم بوده است مقاوم و پرطاقت شده بودم، اما واقعیت این است که من مقاوم نشدم و سعی کردم به عنوان آدمی که در ایام وقوع سختی و غم و اندوه همیشه استواری از خود نشان داده است بفهمم که به راستی چه بر سر ایران و برادر همزادم شاه آمده است. درباره دلایل این آشوب با او که از دوره کودکی در مواقع سختی یکی از مایه‌های تسلی من بوده است به تفصیل صحبت کردم، اما اینک این مطلب نیز برای من روشن است که در این داستان باید نقش غرب را هم در نظر گرفت و اینکه غرب نیز اشتباهات و موفقیت‌های خود را در ایران کاملا درک نکرد. ما با هم درباره شیوه‌هایی که او به پیروی از سرمشق پدرم رضا شاه کوشید ایران را از فرهنگی عقب افتاده و قرون وسطایی به ملتی مدرن و نیرومند و متحد تبدیل کند بحث می‌کردیم. من درباره این راه‌ها و سرعتی که برای این هدف و منظور به کار گرفته شد تأمل کردم. واضح است که این چشمانداز توأم با موفقیت‌ها و اشتباهات بوده است. همین عدم درک بسیاری از ملت‌های غرب به خصوص آمریکا را به پذیرفتن این فرض سوق داد که اگر شاه را کنار بگذارند راه برای دموکراسی فوری در ایران هموار خواهد شد. با این همه هر آدمی که در روانشناسی ایران مطالعه کرده باشد می توانست پیش بینی کند که کنار گذاشتن شاه به ظهور پدرسالار قدرتمند دیگری مانند روح الله خمینی منجر می شود و بر پایه این فرض که به نظر من چیزی جز توهم محض نبود، حکومت کارتر در جریان خیانت خود به شاه یکی از جدی‌ترین بحران‌های سیاسی پس از پایان جنگ جهانی دوم را بر ایران، بر خود و بر بقیه جهان هموار کرد. زیرا آمریکا حتما تا حالا می‌داند که سقوط شاه پیامدهای شومی داشته و خواهد داشت و موازنه قدرت را در جهان به طرز خطرناکی برهم زده است. به نظر من این توهم هر اندازه هم دور و نامحتمل بود به گونه مؤثری به وسیله استبداد آشکار رژیم خمینی جامه عمل پوشید، به وسیله تصفیه‌های خونین، سرکوب زنان، فرار میلیون‌ها ایرانی از جمله روشنفکران و صاحبان حرفه‌ها و صنایع کشور به وسیله تسخیر سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن 50 آمریکایی. آخرین باری که ایران را دیدم تابستان سال 1357 بود. از کنفرانس سازمان بهداشت جهانی در روسیه برگشته بودم و کشور را در اوج بی‌نظمی فزاینده‌ای دیدم. برادرم اصرار کرد که کشور را ترک کنم و من نیز چنین کردم و از دور مراقب اوضاع ایران که هر لحظه به شورش عمومی نزدیک و نزدیکتر میشد بودم.
سپس در دیماه 1357 وقتی برادرم نیز تهران را ترک گفت، در نومیدی او که در تبعید او را فرا گرفته بود شریک شدم. در نومیدی مردی که زندگیش ناگزیر با زندگی من درآمیخته بود و به ناچار در جستجوی خانه و کاشانه جدیدی بود. جستجویی که از اسوان مصر آغاز شد، بعد او را به مراکش برد، سپس به باهاماس، به کوئرنواکا در مکزیک، به اتاق بیمارستانی در نیویورک، به پایگاه نیروی هوایی آمریکا در تگزاس و سرانجام به پاناما. من سعی خودم را کردم که بار سنگین این ایام سخت را برای او سبکتر کنم. هر وقت که می توانستم در آنجا باشم و در دشواری‌های تبعید و بیماریش با او شریک شوم. به یاد می آورم چگونه در انزوای سرد اتاق بیمارستان 60مین سالگرد تولد او، یا بهتر بگویم 60مین سالگرد تولد هر دویمان را سپری کردیم. در داخل هزاران نامه حمایت به ما دلگرمی می‌داد، در حالی که در بیرون این بحث و جدل اوج می‌گرفت که آیا حکومت آمریکا به کسی که 37 سال آزگار متحدش بوده دست کم آنقدر احساس دین می‌کند که امکان معالجه و مداوای درست و حسابی او را فراهم کند؟ این بحث و جدل‌ها با گروگانگیری سفیر آمریکا همراه با 50 نفر دیگر در تهران و درخواست باجی برای آزادی آنها که چیزی جز حق دیکته کردن سیاست آمریکا نبود، به بالاترین حد خود رسید. و اکنون من شاهدم که این باج در چند بخش پرداخته شده است. نخست وقتی که سیاستمداران آمریکا شتاب زده حساب خود را با شاهی که چند دهه او را ستوده و حمایت کرده بودند جدا کردند، و سپس وقتی که در کنسرت اعتراف به اشتباه بودن حمایت از او هم صدا شدند، سرانجام سکوتی پرتشویش و ناآرام برقرار شد که بی تردید از همه روش‌ها آسان‌تر به نظر می آمد. روش کنار آمدن با واقعیت‌های ناگوار که آمریکا با متحدان سابق خود چگونه رفتار می‌کند و نقش خود آمریکا در فراهم آوردن هرج و مرج کنونی در ایران چه بوده است. بزرگترین نگرانی‌های من در این ایام از دغدغه سلامت برادرم، انزوای او و تهدیدهای خطرناکی که او و خانواده‌اش ناگزیر با آن مواجه بودند مایه می‌گرفته است. آخرین باری که او را دیدم بهمن 1358 بود که با هواپیمای کوچکی به جزیره دنج پانامایی کنتادورا پرواز کردم. در این جزیره یک مجموعه هتل و تعدادی ویلای خصوصی بود و برادر من حالا در یکی از همین ویلاها زندگی می کرد. یک خانه 4 اتاق خوابه 2 طبقه با بامی نوک‌تیز که کاشی‌های زرد رنگ داشت. جزیره 4 ماه سال بارانی بود، اما وقتی من به آنجا سر زدم هوا خشک بود، طوری که من و برادرم همچون سالهای بچگی مدتی پیاده روی کردیم و حرف زدیم. هرچند اکنون حرفهایمان درباره اوضاع و احوال بسیار سخت دنیای بزرگسالیمان بود. در همان آغاز این پیاده روی‌ها چیزی که مرا تکان داد این بود که چطور برادرم از رفتار و برخورد کشوری که با رهبرانش نزدیکترین علایق و پیوندها را داشته است چندان ناراحت و آشفته خاطر نیست. با این همه او نیز همچون من می‌بیند که شکاف میان آمریکا و ایران تا چه اندازه عمیق شده است. در یکی دیگر از این قدم زدنها من و برادرم درباره این صحبت کردیم که توضیح واکنش آمریکا در قبال رژیم خمینی تا چه اندازه گیج کننده است. واکنش آمریکا در برابر اعمال دزدی و غارت و تروریسم با روش و سیاستی که به نظر می آید عمدتاً در جهت تسکین و تسلی باشد، اینکه حل مسئله گروگانگیری نیاز به خویشتن‌داری و متانت داشت، امر قابل فهمی بود. اما حکومت آمریکا با این نحوه برخورد و عمل سرمشقی را برای دیگر کشورهای غیر دوست فراهم کرده بود که از یاد آنها نخواهد رفت. یعنی اعمال دزدی و غارت و تروریسم می تواند به خوبی ابزار و وسایلی برای مذاکرات آینده باشد،
ابزار و وسایلی که ملت‌های ضعیف‌تر از طریق آنها بتوانند شکاف میان قدرت خود و قدرت ایالات متحده آمریکا را تعدیل کنند. این روش دلجویی و استعمالت البته خاندان پهلوی را شخصاً متأثر کرد، چرا که ایالات متحده اکنون به داشتن سیاست ویژه خود درباره ایران تن در می‌دهد که با اتهاماتی علیه شاه که کمیسیون سازمان ملل به آن رسیدگی می‌کند همراه است و این آخرین بخش از باجی است که به پیرمرد قم پرداخته می‌شود. تشکیل چنین کمیسیونی بیشترین سرخوردگی را برای من به بار آورده است، زیرا این کار زیر سر کورت والدهایم، دبیر کل سازمان ملل بود، مردی که در طی 7 سال آخر حضور من در سازمان ملل دوست و همکار من بود. هرچه سعی کردم نتوانستم از این نوع تغییر جهت سر در بیاورم، زیرا اگرچه خیانت‌های سیاسی کم و بیش جزو واقعیت‌های زندگی روزمره در آن بخش از جهان است که ما در آن زندگی می‌کنیم، شاید من ساده دل بودم که انتظار چیزی دیگر و چیزی بیشتر از سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا را داشتم. از آنها انتظار نداشتم که چنین روش و مسیر بی سابقه و قابل تردیدی را در پیش بگیرند، یعنی کسانی که خود را برای نشستن در مسند قضاوت درباره تاریخ سیاسی یک ملت شایسته جلوه می‌دهند انتخاب کنند. و در شگفتم که پس چه کسی درباره این داورها داوری خواهد کرد. این تنها یکی از پرسش‌هایی است که در این آخرین سال تبعید به ذهن من خطور کرده است. از تابستان 1357 اندیشه‌ها و تأملات خود را بر روی کاغذ آوردم و برای این کار روزی 5 یا 6 ساعت وقت گذاشتم و کوشیدم که از روی حافظه داستان و تاریخ ایران در عصر پهلوی را بازسازی کنم. چرا که پس از انقلاب اکثر اسناد و مدارک شخصی من در تهران سوزانده شده است. این کار را تا اندازه‌ای به این دلیل انجام دادم که من زنی هستم که نمیتوانم بیکار باشم و احساس میکنم ناگزیرم راهی برای پر کردن این ساعتها پیدا کنم. همچنین احساس میکنم نیاز دارم رویدادها را آنطور که دیدم و از درون آنها آنچنان که فقط من میتوانستم از آن خبر داشته باشم شرح دهم. برای بازسازی جزئیات ایران دوران کودکیم، ایران زنان چادری و بازارهای قدیمی به کندوکاو خاطره و حافظه‌ام میپردازم. از یادآوری صحنه‌های ایران جنگ زده آغاز میکنم. از ابرهایی از گرد و غبار که به هنگام اشغال جاده‌های ما توسط کامیون‌های متفقین به آسمان بلند شده بود. کنفرانس تهران را به یاد می‌آورم. نخستین دیدارم را با استالین در آغاز جنگ سرد به یاد می‌آورم که ایران با خطرات جدی از جانب اتحاد شوروی و تهدید کمونیسم روبرو بود. به بازسازی مبارزه شخصی سفت و سخت خود با یکی از نیرومندترین و مناقشه برانگیزترین نخست وزیران ایران یعنی محمد مصدق می‌پردازم. همچنین نقش واسطه خود را در عملیات آژاکس یعنی عملیات سازمان سیا که به سقوط مصدق انجامید و ایران را از چنگ کمونیست‌ها رها کرد به یاد می‌آورم و اینک تصمیم گرفتم آن را برملا کنم. اما وقتی شروع به کار کردم و وقتی ماه‌ها گذشت با خواندن تحریف‌های بیشماری که از همه سو درباره رویدادهای ایران زمان حکومت برادرم روا می‌شد، کشش خاص دیگری نیز به ادامه کار احساس کردم. می‌دیدم که اظهارات واهی و بی‌اساسی درباره شکنجه‌ها و کشتارهای گسترده ساواک، اتهامات بی‌سند و مدرک از سوء مدیریت مالی و دزدی، تهمت‌های بی‌پایه و دلیل درباره سرکوب فراگیر به نمایش و نگارش در آمده است. متوجه شدم که تمام این اظهارات و ادعاهای بی اساس دارند جای واقعیت را می‌گیرند و صفحات کتاب چهره‌ها در یک آینه شاید به واقع تنها جایی باشد که عامه مردم خواهند توانست داستان خاندان پهلوی را بدانسان که من دیدم و آنطور که من زیستم بخوانند. برخی از دوستانم مرا هشدار دادند
و گفتند که سکوت و خاموشی من میتواند سیاسی ترین نگرش و روش باشد، زیرا رژیم کنونی در ایران اینک خود گویای خود است. من ماه‌های طولانی سکوت اختیار کردم، زیرا جستجوی برادرم برای یافتن جایگاه و پناهی و نیز موضوع گروگانگیری موقعیتی جهانی پدید آورده بود که هر گونه سخن گفتن را تلاشی برای فرار از مسئولیت جلوه می‌داد. اما اکنون که علاوه بر تراژدی‌های ایران شاهد دروغ و ریای کمیسیون سازمان ملل نیز هستم، احساس می‌کنم باید حرف بزنم که این کار با شخصیت من هم بیشتر سازگار است. سال پیش روزنامه‌نگاران فرانسوی به من پلنگ سیاه لقب دادند و اعتراف می کنم که تا اندازه‌ای از این لقب خوشم می آید و از بعضی جهات لقب با مسمایی است. طبیعت من هم مانند پلنگ، سرکش و یاغی و آکنده از اعتماد به نفس است. اغلب به سختی می توانم خودداری و متانتم را در میان جمع حفظ کنم. اما راستش را بگویم گاهی آرزو می کنم که به چنگ و دندان پلنگ مجهز بودم تا می توانستم به دشمنان سرزمینم یورش آورم. می دانم که این دشمنان به خصوص در پرتو رویدادهای اخیر مرا زنی بیرحم و بیگذشت و تقریباً یک شیطان مجسم توصیف کردند. بدگویان مرا متهم کردند که قاچاقچی و جاسوس و همدست مافیا و حتی زمانی دلال هروئین بودم و عامل تمامی دستگاه‌های جاسوسی و ضد جاسوسی در دنیا. تا اندازه‌ای همین اظهارات بی‌اساس است که مرا به نوشتن این کتاب برانگیخت، نه به عنوان وسیله‌ای برای دفاع از خودم، بلکه به عنوان راهی برای بررسی بی‌پرده و راستین این اتهامات و شرح حوادث زندگی شخصی خودم، به عنوان راهی برای شرح و بیان رویدادهای سیاسی کشورم. اما فراتر از این، بیشتر از همه دلم می‌خواهد به خوانندگان غربی توضیح دهم که درباره ماهیت فرهنگ و میراث ایرانی، اختلاف و جناح‌گرایی که اکنون کشور را تهدید به تجزیه می‌کند، ماهیت به اصطلاح تجدید حیات اسلام، مخالفت با خاندان پهلوی زمانی که غرب را الگوی پیشرفت و دگرگونی قرار داد و احساسات تند و سرکش ضد غربی که اینک چنین بر سراسر خاورمیانه غلبه یافته است، چه چیزی را نتوانستند درک کنند. همه این مسائل را اکنون می توانم طوری مورد بحث قرار دهم که شاید قبلا هیچ وقت از عهده‌اش بر نمی آمدم. حالا اعضای خانواده‌ام به جز یکی از آنان در تبعید هستند و در سراسر جهان پراکنده شدند. یکی از روزهای سرد آذر 1358 دخترم آزاده تلفن کرد و خبر داد که پسرم شهریار را در یکی از خیابان‌های پاریس به ضرب گلوله کشتند. مانند هر مادری که فرزندش را از دست داده باشد غصه‌دار شدم. اما اندوه من برای پسرم که زمانی سرباز و یکی از فرماندهان نیروی دریایی ایران بود از آن جهت بیشتر بود که هرچند او وطنش را پس از انقلاب ترک کرد، اما به من گفته بود که نمیتواند زندگی در تبعید را تحمل کند و اگرچه او اکنون از میان ما رفته است، نمیتوانم خود را راضی کنم که او را در دیار غربت به خاک بسپارم. جسد شهریار را مومیایی کردم و قول می دهم که روزی در وطن خود به خاک سپرده خواهد شد. اکنون که چندان چیزی برای از دست دادن ندارم، می توانم بگویم که من که هستم و سلسله پهلوی، یعنی پدرم و البته برادرم، برای من و برای ایران چه معنایی داشتند. اشرف پهلوی، نیویورک، مارس 1980. خاطرات شاه دخت ادامه دارد.